سلام و درود خدمت شما دوستان گرامی. ما یک چینل یوتیوب جوردیم دیگه، حالی یک ویدیو ثبت میکنیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیره و خوششون باید. دیگه آمدیم این روز به کلسیسی دیگه قسم ویدیو گرفتیم دیگه از گل ها. گل های مختلف اینجا وجود داره دیگه. از هر جای مقصد یک تصویر گرفتم دیگه. خواستم که در دنیای مجازی در بخش یوتیوب ما هم کم فعالیت کنم و از کاروان پس نمونیم و امیدوارم شما دوستا حمایت کنیم مرا که بعد از این باز ویدیوهای خوب ما برای شما به اشتراک بیارم تا ما هم حمایت شنم و شما همچنان اطلاعات و معلومات در مورد جاهای مختلف کشور مورد به دست بیاریم. دیگه این یک پارک است دیگه. ما این در پارک آمدیم. این مردم در اینجا ورزش مونه. کشور آزاد است. مو که میگه ایسار بدی میشه مسار بدی علمی کشوره دیگه. در اینجا مسلمان هست دیگه، چینایی هست، هندو هست، مسیحی هست. هر رقم مردم در اینجا زندگی مونه. کلگی به هم دیگر احترام داره. دین دارایش میگنه حجاب داره اینجا دیدم شد دیگه. کسایی که چی بود اونو مثل دختر خانم مونه آزاده، کس کار نداره. هر قسم کوشش داشت یا هر قسم اون فرهنگش که بوده که اون فرهنگ رو نگاه یا کس کار نداره. مردم تحصیل کرده، مردم با سواد، آدمای بسیار خوبه دیگه. خیلی احترام داره و به چشم یک مهاجر نمیبینه که از ما مردم که بوده این باشه دیگه. جاهای بسیار قشنگ و زیبا داره. مثل که شما در تصویر میبینید دیگه. جاهای بسیار خوب شده دیگه. ما که از چند جایش هم ویدیو گرفتم دیگه. گفتم بعد از این اگر حمایت شنم باز ویدیوهای خوب باز از گوشه و کنار در هر جایی که مثلا دانشگاه میریم سر درس یا یکان جایی که یک سر کار میریم از اونجا بگیریم که هم ما حمایت شنیم و هم دیگه دوستا ببینه و معلومات بگیره دیگه. نو تازه شروع کردیم این چینل یوتیوب را دیگه. گفتیم اگر حمایت شنیم ویدیو بگیریم و جاهای مختلف و از جاهای مختلف قسم یک ویلاگر مثلا فعالیت در دنیای مجازی دیگه. ما همراه خانواده به این دیگه مالزی دیگه. باز بکنیم از این طریق هم کسته ویدیوهای ما همراه فامیل اینجا گردش موریم دیگه موریم باز به اشتراک کنیم دیگه. این جمع کسته جای خیلی خوبه. اینجا عوض است دیگه. آدم به جای روزی خصوصا باید خیلی با آقای آدم تغییر مونه چند تا دنیای مهاجره دیگه. اینجا کلان انواع اقسام گل هاست اینجا که میگنیم دیگه. واقعا کشوری خیلی پیشرفته است اینجا دیگه. ساخته جور که در خلاصه ایده این کشوره خیلی زحمت کشته تلاش کردن مردمایشه ولی کشور ساختن واقعا. امروز در کشورهای جنوب شرق آسیا حرف اول هم از نظر آسمان خراشایی که در کشور است مقام هشتم را داره و دومین بزرگ دنیا یعنی کشور وجود داره آن امریکا دیگه. بخش معماری در هر بخش اقتصادی، بخش فرهنگی، اجتماعی پیشرفت‌های بسیار زیاد شده این کشور دیگه. مردمش خیلی خوب مردم است. کاربار هم خوبه دیگه. کسی که در این کشور واقعا همو اسناد و چیزا داشته باشه بهترین کشور است دیگه. برج که شما ببینید برج بخوبیه که کلسیسی میگنمش دیگه. از این یک راه هست یعنی اینجا حوض و بازی باز بچه ها بازی مونه خیلی جاهای خوب شد. مردم میه و بازی مونه دیگه. جای خیلی خوب شد
خیلی ساحه کلان هستن. این درخت هایی که میبینین اینا کیله، یعنی برگای پهن بده. این قسم مردم در این جمع که میگنین آوازی نداریم دیگه. آنو خیلی خوبه. از اون طرف هم باز مامور رو میگو میگم از نزدیک هم شما ببینید. تصویر خیلی قشنگ را دیگه. اینجی بگاه شاو شده دیگه. ما بگاه روز رفته بود. اینجی جای است پشتی برج بقوله تایلسیسی بهر نصف. اینجی هم رقص آب است دیگه. مردم ها بسیار زیاد به این جمع میشه. شبها باز میاین اینجی بعد از کار از قسم تفریح میاین اینجی تصویر تفمونه. خیلی جای خوب، آب هایش هم خوبه دیگه. باز رقص ها رو میکنن مردم خیلی شلوغ هست. بشه میشه دست کار نداره. ازر فارغ انسان ها ازر جای دنیا سلطنه خواهی هست. همچنین به تصویر مهنگه میگه قدر مطالب زیاد. یا بعد از این جمع دیگه شاوشتم داشته مریم سمت خانه دیگه. باز بخیره ویدیوهای دیگه که بازم گرفتیم باز حمایت کنیم و ببینیم دیگه. تشکر از همگی شما دوستان گرامی. امیدواریم که ویدیو رو خوش کنید.